ما رو سوار ماشینت کردی. حالا ما یه سوالی بپرسیم. محبت میکنم. سوالی چی هست؟ اما اسماعیل ما چه زنی بگیریم که بتونیم یه زندگی طولانی، یه عمر طولانی داشته باشیم، 100 سال بتونیم زندگی کنیم؟ اتفاقا خیلی سوال خوبی کرده. اگه میخوای عمر طولانی همیشه بهار باشه، همیشه شاد و خرم باشید، اولا خونه داشته باشید. زنی که میخوای بگیری اولا یه زنی که گرفتید لوچه لب قرمز ابرو تاتو نداره، سردت داشته باشه، هیچ چیزی باشه. یه زن سینه گنده بگیر. هر موقع اینو شما دیدی همیشه شاد خرمه، 100 سالم عمر میکنه. مرده های دیگه هم عمرت 20 سال از اونا بیشتر اگه زن سینه گنده بگیری. آفریده خداست دیگه. شما میخوای یه زنی بگیری سینه هاش گنده باشه، هی لحظه حتی یه چایی برات بیاره جهان را به لحظه در میاره. از این زنها بگی. اخلاق، رفتار، برخورد این زن هم عالی. حالا از داداشت این نکته ها را داشته باشی.